کار اکسیداسیون بدون مواد هستش و قابل اجرا روی دیوار، تابلوهای دکوراتیو و هر چیزی میتونه باشه. اینجا طرح شابلون رو روی کار منتقل کردیم. زمینه ما قبلا تکسچر توسی خورده، با استفاده از تکسچر سفید طرح شابلون رو منتقل کردیم. بعد رنگ‌های اکریلیک سینا، فیروزه‌ای و قهوه‌ای رو خیلی رقیق می‌کنیم و با قلمو این رنگ‌ها رو کنار هم قرار میدیم و تا قبل از اینکه این رنگ‌ها خوش بشن مرزهای اونها رو داخل هم فید می‌کنیم. الان همینطور که می‌بینین اول رنگ سینا رو زدم که رقیق بود، بعد رنگ فیروزه‌ای و رنگ قهوه‌ای رو روی کار میزنیم. در ادامه با استفاده از یک قلموی سرتر و نمناک روی رنگ قهوه‌ای میکشم یک مقدار تا کم رنگ تر بشه و طرح شابلون زیری نمایان بشه و به این ترتیب به کارمون ادامه میدیم. چرخش رنگ تو این کارها خیلی مهم هستش، یعنی رنگ‌های مختلف رو باید قسمت‌های مختلف کار در حقیقت استفاده کنیم. حالا ممکنه تابلو باشه، دیوار باشه یا هر چیز دیگه ای. به این ترتیب قسمت پایین تابلو هم دوباره رنگ‌های مختلف رو کنار هم قرار میدیم و مرزهاشون رو داخل هم فید میکنیم. در نهایت یک تیکه ابر رو داخل رنگ سفید میزنیم، زهر رنگ رو میگیریم و تاچ‌هایی به رنگ سفید روی برجستگی ها ایجاد میکنیم. این هم نتیجه کار ما هستش که در حقیقت تکنیک اکسیداسیون بدون استفاده از مواد روی کارمون اجرا کردیم.